سلام رفقان. تنتنه جشن مقدس 28مین سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه درواز با بازدید و شادباشی سربازان و افسران قسم حربی 0409 قشون‌های سرحدی در قلعه بوده کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان حسن آغاز بخشیدند. ابتدا سربازان و افسران قشون‌های سرحدی را با 28مین سالگرد تأسیسیابی ارتش ملی کشور رئیس ناحیه درواز شادباش گفته سخن چند از راه پیموده ارتش طی سالهای صاحب استقلالی مملکت اوضاع و احوال سرحد در شرایط کنونی ناحیه گفت. همچنین پلکانیک آدینه‌زاده اسمت الله سردار ریاست قشون‌های سرحدی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان قشون‌های سرحدی در درواز بوده را بر روز تشکیلیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش نمودند. با انجام تنتنه رسمی عید وطن ایده سربازان و افسران قشون‌های سرحدی در ناحیه بوده با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها مشرف گردانیده شدند. بعداً در تگ چنار درواز با حضور سربازان و افسران قسم‌های نظامی در حدود سرحدی ناحیه بوده ساکنان دیار و جوانان تنتنه عید وطن 28مین سالگرد تشکیلیابی قواهای مسلح مملکت دایر گردید. اهل نشست تنتنه عید وطن را اولتر از همه رئیس ناحیه تبریک گفته اظهار داشت که از نخستین روزهای کار عظیم ملکداری را بر عهده گرفتن سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت سعی بر آن نمود که شرایط مساعد خدمت در صف ارتش ملی جمهوری برای فرزندان لایق آینده‌ساز تاجیکستان تازه بنیاد و مختار مهیا گردد و تامین وسایل معاصر تکنیک حربی و تعلیم جوانان دلیر و شجاع در بارگاه‌های علم و معرفت حربی کشور جوابگوی معیارهای جهانی براه مانده شد که امروز باعث شکرگزاری و افتخار از وطن و وطنداری گشته است. همزمان حاضرین همایش عید وطن را جنگاوران بشردوست شادباش نمودند و ایده از فعالان و سربازان شجاع وطن با رحمتنامه و سپاسنامه‌های جشنی مشرف گردیدند. لحظه تماشای جنگ تن وطن سربازان شجاع برای حاضرین تنتنه عید وطن کیفیت خاصی ایدانه بخشید. انجام بخش همایش ایدانه در تگ چنار درواز خدمتگزاری اهل هنر قصر فرهنگ ناحیه بود که باعث فرهمندی مجلس نشینان این جشن مقدس گردید. همچنین در این روز مقدس مسئولین اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در درواز توانستند که به خاطر قدرشناسی سربازان و افسرانی در قسم حربی 23441 در درواز بوده وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برای بیشتر از 300 نفر سربازان سفره ایدانه آراستند که باعث بالیده خاطر سربازان شجاع وطن در این کوهساره کشور گردید.